وقتی که در تاجیکستان جنگ بود، شاعر بازار صابر خدا بیامرزد یگان 20 سال عمر خود را در امریکا گذراند و این شعر را برای تاجیکستان یا در یاد وطن نوشته است. از خاک وطن گوری پدر در دل من ماند. از خاک وطن گوری پدر در دل من ماند. مادر چو مزار لب جر در دل من ماند. در آتش غم کاغذ روی من اگر سوخت، از خواهر من کاغذ سر در دل من ماند. در بسته و فرزند پدر در پس در راست، فرزند پدر در پس در دل من ماند. من رفتم و صد خویش و تبار از سر من رفت. من رفتم و صد خویش و تبار از سر من رفت. از رفتنشان خون جگر در دل من ماند. در سوزن دیوار من است رشته عمرم، کافی است همان سوزن اگر در دل من ماند. در سوزن دیوار من است رشته عمرم، کافی است همان سوزن اگر در دل من ماند. از هموطن و همرگ و همگوهر و همخون، چشمان تر و آه سحر در دل من ماند. بازار صابر.